سلام برابرکس، امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه و روز خوبی آغاز کرده باشید. سوزنم بچه ها، توی این ویدیو براتون 5 گان برتر دراپ رو براتون بردم. اولین گان AK117 هستش بچه ها، که گانی که خودتون میدین این سیزن خیلی باف شده و اینم اتچمنت خیلی قولشه. اتچمنتی بهتون پیشنهاد میکنم یک بار همشه امتحانش کنید و نظرتون من بگید. گان بعدی استمارس 10 هستش بچه ها، این هم گان خوبیه. سیزن قبل خیلی لگه داشت، اما این سیزن با این اتچمنتی که من روش گذاشتم یه گان خیلی خوب شده. این گان مخصوص دورزنی هستش. این گانی که شما پیشنهاد میکنم حتما یک بارم که شدید در دراپتون حتما بذارید. گان بعدی بچه‌ها گان HSC هستش. من ویدیوشم براتون ساختم، یه چیز 100 وان شده تضمینی، یه چیزی که بچه‌ها خیلی خفن براتون چیدم. اگه دوست داشتید حتما امتحانش کنید. گان بعدی محبوب دلهای من که همیشه این گانو میکشم 341 هستش بچه. گانیه که فقط لجند باشه یا متیک، حتی رو گانه معمولی هم خیلی جواب این اتچمنت به عددش نگاه کنید. واقعا این گان خوب و خفنیه که شما پیشنهادش میکنم. شماره بعدی کیوکیونای لجندی هستش، مخصوص SMG پلیرها. گانی هستش که SMG پلیرها قشنگ میتونن رنده کنن. کار به لجند شده نشوش، واقعا معمولیش هم رنده میکنه. و گان بعدی که میخوام بهتون پیشنهادش کنم گان DLQ هستش بچه. این گانیه که ویدیو قبلی گفتید بیام چه دیلی گذاشتی داری همه رو میزنی واشتش مورد بچه. این دیل هستش. این دیل هم گان خوبیه، خیلی تضمینی. گانیه که خیلی بهت کنه. اتچمنتش هست. اگه حال کردی لایک و کامنت سابسکرایب فراموش نشه. عشق.